نگذارید اختلاف به وجود بیاد، نگذارید شکاف به وجود بیاد، نگذارید اونچه که دشمن میخواهد انجام بدهد در مورد کشور ما در تبلیغات و در خباثت‌های سیاسی و تفتین‌های سیاسی انجام بده. تحلیل‌ها رو بردن به این سمت که بله در داخل نظام جمهوری اسلامی شکاف ایجاد شده است، حاکمیت دوگانه شده است، رئیس جمهور حرف رهبری رو گوش نکرده است. از این حرف‌های سست و بی‌پایه پر کردن دستگاه‌های تبلیغاتی خودشون رو. ببینید چطور منتظر بهانه. هر جا خدمت باشه هم مردم طرفدار هستن هم رهبری طرفداره. ما که راجع به شخص قضاوت نمی کنیم، ما کار را، خط را، جهتگیری را ملاک و معیار قرار میدیم. اونجایی که کار هست حمایت ما هست، حمایت مردم هست، اونجایی که خدمت هست، اونجایی که تلاش هست و به حمدالله امروز هست. بنده حقیر هم بنا ندارم، طبق اصول بنا ندارم در کارهای دولت و اینها تصمیمهای دولت
وارد بشم. خب مسئولیت ها در قانون اساسی مشخص است، هر کس مسئولیتی داره، مگر آنجایی که احساس کنم یک مصلحتی دارد تفویض می شود. عرضم اینه به عناصر داخلی، به مردم دلسوز، به برادران و خواهرانی که در داخل سر و کار دارن با مسائل تبلیغاتی، سعی کنن به این آشفتگی کمک نکنن، تحلیل بگذارن، یکی از اون طرف یکی از اون طرف، این علیه اون، اون علیه این، برای هیچ و پوچ. چه لزومی داره؟ نه، دستگاه به حمدالله دستگاه مقتدری است، مسئولین مشغول کارشونن، رهبری هم که بنده حقیر هستم با همه حقارت، خدای متعال کمک کرده ما محکم در مواضع صحیح خودمون ایستادیم، ما نمیگذاریم. اون من به حول و قوه الهی نخواهم گذاشت تا من زنده هستم، تا من مسئولیت دارم، این حرکت عظیم ملت به سوی آرمانها ذره‌ای منحرف بشه. این عمار